هرگز از قفس میمونها فراتر نرفته بود. طبیعت زیباپسند آقای هاردی به زیبایی‌های زندگی در سیرک علاقمند بود. تماشا کنید رژه نمایشی حیوانات گوناگون سیرک ما را. یکی از یکی قشنگتر و حتی میشه گفت بی همتا در دنیا. او این بزرگترین جذابیت نمایشی ماست. اتل شامپانزه شبیه انسان اون میخونه، مینویسه، پیانو مینوازه و شیر گاو میدوشه. اینم یه چیز عجیبتر، اسبی که پاهای آدمیزاد داره. وایسا صورتم همه چی تموم شد. این آخرین باریه که نقش پشت اسبو بازی میکنم. پس من نمیتونم برم اون تو. چرا؟ چون تو قلمبگی پشتشو بهتر نشون میدی. یعنی به صورت واضح منظورت اینه که من برم پشت اسب بشینم؟ پاشین برین تو کارتونو بکنین. چرا اینجا نشستین؟ پاشین، مگه شما اسب نیستین؟ زود باشین. چرا قربان؟ بالا تو. خانم ها آقایان، همکنون برنامه جذاب بعدی تقدیمتان میشود. برنامه بسیار زیبا و دیدنی، یعنی پرش قهرمان ما با توپ. یه دقیقه اینو نگهدار ببینم. تو منو پاک داغون کردی، برو توپو بیار اینجا. اطاعت میشه قربان. پرتاب توپو اعلام کن. خانم ها و آقایان، قهرمان ما الان وارد توپ خواهد شد. پرش از یک توپ واقعی. تازه این همش نیست خانم ها و آقایان. این قهرمان بزرگ ما با چشم بسته پرتاب میشه.
وای بودو از اینجا بریم استن بودو. خب حالا بعد از 7 روز بارون که ما هیچ کاری انجام ندادیم باید بساطمون رو جمع کنیم و بریم. حقوقمون چی میشه؟ بله من چی؟ قرار بود بلا فاصله بعد کار بهم بگی. صبر کن من نمیتونم بهت پولی بدم. من میخوام کار درست انجام بدم. یه نقشه ای دارم. تصمیم دارم کل اینجا رو بین شماها تقسیم کنم. چی میخوای بگی؟ هر کدوم از شما به جای حقوقتون سهمی از فروش وسایل حیوانات اینجا میبرید. همه شو رو کاغذ می‌نویسم و واسه هر کدومشون جدا میذارم تو کلا. هر کی هرچی برداشت میشه مال اون. نه خدا کنه تو توی سخنگو به من یکی نیو. این آخرین کاریه که میتونم انجام بدم. باشه بده بابا بهتر از چیه. چی کار میکنی؟ دارم یه قفس میسازم. برای چی؟ ببین به من چی افتاده. میخوای باهاش چی کار کنی؟ میذارمش تو قفس و روونی باغ وحشش میکنم. تو چی برداشتی؟ من کک برداشتم. نوشته ککای سیک بیرون نگه داشته شود. او در اون جعبه رو بسته نگه دار. وای بیا حالا زود درشو ببند. من به قدر کافی گرفتاری دارم. بیا اتل بیا اتل بیا دیگه. وای او مثل این که حتی بیشتر از من خوشش میاد. برو ببین میتونی باش کنار بیای. تناب بیار ببندیم. زود باش. برگردون تو برو اون تو برو دیگه. استن برو اون تو. استن به دادم برس. برو اون تو. آی استن برو اون تو. برای چی رفتی اون تو؟ به تو مربوط نیست. من از این تو درار بیرون. آخ وای وای بکنشون تو. بگو بریم تو. وای درشو ببند. زود باش درشو میخ کن. میخوایم حرکت کنیم. وای بیا و درستش کن. شیر اومد. استن یه کاری بکن. شب تاریک بود. معمولا شبها تاریکن. فکر میکنم بهتره یه اتاق پیدا کنم. از کجا کرایه‌شو بدیم؟ ما که پول نداریم. خیلی ساده. از فردا صبح ما فردا من و تو اتلو میفروشیم و پول به دست میاریم. خیلی خوب بریم یه اتاق 2 تخته پیدا کنیم. چرا 2 تخته؟ خب یکی برای من که نمیتونم با یه میمون بخوابم. اون ناراحت نمیشه. تو که ناراحت نمیشی با اولی بخوابی ها؟ نه نمیشه. وای بریم اتل جون بریم. 2 تخته
چه اتفاقی افتاده آقای مطلق؟ همه این کارا تقصیر زن منه. دوباره شروع کرد. الان داره چی کار میکنه؟ آخه اون از قصری رفته بیرون. الان 11 شبه، هنوزم بر نگشته. اگه میدونستم دوباره میخواد این کارو بکنه. میدونی خب من مسئول عکس‌العمل خودم نخواهم بود. فراموشش کن جوجو، داری سری هیچ پوش آتشی میشی. تو اینجا وایسا من برم ببینم اتاق دارن یا نه. منزلت که رسید. ترجیح میدم تنها باشم. پس بهتری که من برم. معذرت میخوام، خیلی ببخشید. فکر کردم شما خانومه. خب چیز مهمی نشده. من چی کار میتونم براتون بکنم؟ من یه اتاق میخوام. بله حتما. خب بفرمایید. فقط شما اینجا رو امضا کنید، باقیش با من بفرمایید. مسئله خدا ببینید این دیگه چیه؟ راستش یه چیزی رو یادم رفت خدمتتون بگم. ما قراره این میمون امشب پیش خودمون نگه داریم. میمون حق نداره تو هتل من باشه. برید بیرون. ما که نمیتونیم بیرون بمونیم آقا. اگه میمون سرما بخوره تو دردسر میاد. دردسر که نه، یعنی مشکل پیدا میکنه. برای من مهم نیست که چه وضعی پیدا میکنه. ببریدش بیرون. اگه ما این میمون رو بذاریم بیرون میتونیم بریم توی اتاقمون. باشه چشم. رو ببرید بیرون. چشم رفتیم دیگه، نزن. بیرون ببرش بیرون. آقا گفتم ببرش بیرون. معلوم است تو برای چی با این میمون اومدی تو؟ آخه شیر در تعقیبمه. یعنی چی شیر در تعقیبته؟ اون داشت همونطوری از اون ور. وای اسکن بودو بیا اسکن بودو برید بیا تو برای اتاق مگه نشنیدی که یارو گفت نمیتونیم میمونو ببریم تو؟ میدونم که گفت، اما حالا باید چیکار کنیم؟ نمیتونیم همه شما اینجا بمونیم دیگه. من یه فکر خوبی دارم. برو اون تو. بیا حالت آروم از پلا میره بالا میندازی پایین. حالا اگه صاحب اینجا ببینه ما رو چی؟ خب اون فکر میکنه که اون منم. زود باش را بیفت دیگه. کنم بنداز پایین. یه ذر اتل برش داره. اون از تو بهتر بلده این کارو بکنه. وای
برو اون تو برو شیره اون توه. این فکر خوبیه. کدوم؟ برای امشب ببندشون تو. تو قفل داری؟ نه این مزه تو قفل داری؟ بازی گوشی بسته دیگه. بیا. ساعت 3. اگر حادثه غیر منتظری پیش نیاید به 3:30 هم خواهد رسید. چرا آروم دراز نمیکشی و بخوابی؟ تو مزاحم‌ترین آدمی هستی که تو عمرم دیدم. برو اونور. آخ 100 بار گفتم که اون ناخنای درازتو بگیر. از رو تخت من بیا پایین. یالا زود باش. اینجا بگی بخواب. وای کلافه شدم. تو چکای سیرکو چی کارشون کردی؟ وای سعی نکن جمعشون کنی. همه چیزو بتکون. زود باش بریم رو اون یکی تخت بخوابیم.
نه اتل بس کن بیا تو رخت خواب بخواب. اتل ممکنه برش کنی؟ نه اتل ممکنه تمومش کنی؟ تمومش کن. اگه صاحب اینجا بفهمه که این اینجاست هممونو میندازی بیرون. درو باز کنید. وای درو باز کنید. زود باش زود باش قایمش کن. زود باش قایمش کن. بیارش 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 ببرش این تو ببرش این تو. زود باش زود باش. وای برو تو. باز کنید میدونم که اون اونجاست. ای وای بخواب بیچاره شدی. برو تو برو زود باش. برو زیر راه تو بخواب باز کنید این درو. باشو بیا باشید باشو بیا بازش کنید. بیا باز کنید وگرنه اون نیست. آخ وای اون کجاست؟ کی کجاست؟ اتل من نه دیدی چی کار کردی؟ حالا فهمیدم چه خبر شده. تو که قر کرده بودی و رفته بودی، تو چطور تونستی این کار بچگونه رو با من بکنی؟ تو که به من گفتی دیگه از این شهر میرم. تو میدونستی که من دیوونتم. میدونستی که من دوست دارم. یعنی من دوست داشتم بیشتر از زندگی خودم. آخ اتل تو که گفتی دوستش داری که مرد حسابی. ببرینش بیرون. زود باشید ببرینش بیرون. این خطرناکه. ببرینش بیرون. ببرین وای وحشتناک. بیا برو بیرون زود باش. ببرینش بیرون. تیراندازی هم بلده. اون تیراندازی هم بلده. وای وای